سلام و درود به همه دوستان عزیز. در خدمتتون هستم با قسمت 12 آموزش اسمارت مانی با موضوع اوردر فلو. قبل از اینکه بخوایم آموزش رو شروع کنیم، یک نکته رو می‌خواستم بهتون بگم. در شبکه‌های اجتماعی تلگرام، بله، اینستاگرام، آپارات و یوتیوب من دارم فعالیت می‌کنم و فقط نکته‌ای که وجود داره توی تلگرام یک بی اضافه داره، چنلی که داریم توی شبکه‌های اجتماعی تلگرام و بله حتی آیدی ادمین هم وجود داره که میتونید اونجا به من پیام بدید اگه سوالی مشکلی چیزی داشتید. در خدمتتون هستم. و در واقع کانال ارتباطی ما بیشتر از طریق اینستاگرام و تلگرام خواهد بود. حتما سعی کنید عضو بشید، چون که اونجا اگه قرار باشه که کاری انجام بدیم و برنامه‌ای داشته باشیم اطلاع رسانی میشه. این نکته‌ای بودش که می‌خواستم بهتون بگم و بریم سراغ آموزش. بخش اول آموزش ما یه صحبت پیش نیازه که شما حتما باید اینو بدونید. متاسفانه توی بیشتر منابع آموزشی زبان فارسی یه ساده انگاری بزرگی اتفاق افتاده و اومدن کل اسمارت مانی رو خلاصه کردن توی شناخت اوردر بلاک ها. بهتون گفتن که بگردید دنبال آخرین کندل رنگ مخالف، اونجا اوردر بلاک شماست و مارکت حتما از اونجا برمیگرده. اما شما به عنوان یک تریدر بارها و بارها دیدید که قیمت خیلی راحت این نواحی رو نادیده میگیره و استاپ شما رو میزنه. چرا؟ چون دیدگاه شما صرفاً کندل محور بوده و نه جریان محور. طبق اصول آکادمیک اسمارت مانی، اوردر فلو به تنهایی هیچ هویتی نداره. اوردر بلاک در واقع یک بخش بهینه شده، ریفاین شده از یک اوردر فلو بزرگتره. اصل بازی دست اوردر فلوه یا همون جریان اصلی ورود نقدینگی مؤسساته. اوردر فلو کل اون ساختار مومنتومی هست که حرکت اصلی رو ایجاد کرده و اوردر بلاک فقط یک جزء کوچیک از این کله. وقتی میخوایم روی مارکت سناریو چینی کنیم، باید بدونیم که رفتار قیمت با 3 ابزار اوردر فلو، اوردر بلاک و IFC کاملا متفاوت و هر کدوم وزن احتمالات و سناریوی معاملاتی خاص خودشونو دارن. به عنوان یک POI شناخته میشن و اولین POI که ما یاد میگیریم و شناساییش میکنیم اوردر فلوه. اما یه قانون طلایی وجود داره. مارکت به هیچ اوردر بلاک یا اوردر فلو ملاقات نشده‌ای یا اصطلاحاً میتیگیت نشده‌ای بدهکار نمیمونه. پس زمانی که یک ناحیه سفارشات unmitigated داریم، یعنی یک unmitigated order flow یا unmitigated order block وجود داره، قیمت در آینده برمیگرده تا اون سفارشات رو جمع کنه. این دقیقاً همون جاییه که ما شکارمون رو انجام میدیم. حالا یه خورده جلوتر با جزئیات بیشتر بهتون توضیح میدم. خب حالا یک شماتیکی رو توی صفحه داریم میبینیم که به ما کمک میکنه که مفهوم اوردر فلو رو بهتر درکش کنیم به عنوان اولین قدم برای شناسایی POI. ببین دوستان، اوردر فلو یعنی آخرین مومنتوم صعودی قبل از ریزش قیمت یا آخرین مومنتوم نزولی قبل از یک حرکت صعودی. پس اگر روند صعودیه میگردیم دنبال آخرین حرکت نزولی و اگر روند مثل این چیزی که اینجا دارید میبینید نزولیه، گاهی وقتا آخرین حرکت صعودی قبل از ریزش رو پیدا میکنیم. مسئله اصلی اینه که بدونیم آیا این اوردر فلو میتیگیت شده هست یا نه، چون هر اوردر فلو یک بار مصرفه و وقتی یک بار سفارشاتش برداشته میشه دیگه اعتباری رو نداره، در واقع اعتبار قبلی رو نداره. اگر اوردر فلو ما میتیگیت شده باشه و همچنان دنبال پوزیشن باشیم، اونجاست که اوردر فلو رو به یک اوردر بلاک ریفاین میکنیم و بهینه سازی میکنیم. اما این کاملا بستگی به موقعیت چارت داره، یعنی ما هر جایی نمیریم ریفاین کنیم. همینطور که دارید میبینید یک شماتیک استراکچر صعودی رو ما داریم در این ناحیه میبینیم. اگر بخوایم روی شماتیکی که الان اینجا وجود داره اوردر فلو ها رو علامت بزنیم
با استثناهای خاص خودش میتونیم این شکلی پیش ببریم کارو. این یک اوردر فلوه، آخرین حرکت نزولی قبل از یک حرکت صعودی. باز دوباره اینجا یک اوردر فلو داریم، آخرین حرکت نزولی قبل از یک حرکت صعودی. باز دوباره اینجا یک اوردر فلو داریم که یک حرکت نزولی قبل از یک حرکت صعودی بوده. اینجا هم باز دوباره یک اوردر فلو داریم، یک حرکت نزولی قبل از یک حرکت صعودی. اینجا رو ببینید، اینجا کم کم داره نکته ها شروع میشه. یکی از حالت هایی که بازار برای ما تشکیل میده اینه، یعنی قیمت میاد به سمت پایین، یه بالا میزنه میاد به سمت پایین. آخرین طبق تعریف آخرین حرکت نزولی ما قبل از یک حرکت صعودی اوردر فلو ما میشه. پس این اوردر فلو اشتباه علامت زدنش، این اوردر فلوی ملاقات نشده ما هستش. در واقع قرار بوده که میتونسته قیمت بیاد اینجا این رو ملاقات کنه، ولی این اتفاق نیفتاده. قیمت اومده ایندیوسمنت خودش رو ملاقات کرده در این ناحیه و بعدش اینجا مارکت بریک آف استراکچر داشتیم و استراکچر ما همینطوری که دارید میبینید کاملا صعودیه. اینجا هم یک اوردر فلو داشتیم، اینجا هم یک اوردر فلو داشتیم که البته درستش معمولا توی بازار این شکلی اتفاق میفته و بعدش حرکت صعودی داشتیم. آخرین حرکت نزولی قبل از یک حرکت صعودی اینجا باز دوباره اوردر فلو ما میشدش. خب همینطور که دارید میبینید قیمت اومده به بعضی از این اوردر فلو ها واکنش داده، رفته به سمت بالا و بعضی هاشون واکنشی نداشتن. استراکچر ما صعودی بوده و ما مارکت بریک آف استراکچر های صعودی داشتیم پشت سر هم. قیمت اومده ایندیوسمنت خودش رو در این ناحیه ملاقات کرده و اینجا لو ما می شده، لو استراکچر ما می شده که قبلش یک MBS اتفاق افتاده. ببین چه اتفاق افتاد. قیمت اومد این زیر کلوز کرد و چینج آف کاراکتر اینجا اتفاق افتاد. استراکچر ما از صعودی تبدیل به نزولی شد. اما با چه هدفی؟ گاهی وقتا این رو شما توی مارکت خیلی میبینید، یعنی این ساختار رو شما خیلی خواهید دید در آینده. ایندیوسمنت ما اینجاست، ملاقات میشه و من همیشه یک جمله طلایی دارم در ساختار کشیدن، میگم که هرگاه یک چنج آف کاراکتر اتفاق میفته بازار یک BOS یا MBS بدهکار میشه. یعنی چی؟ یعنی ما حداقل وقتی که یک چنج آف کاراکتر اتفاق میفته یک مارکت بریک آف استراکچر در ادامه خواهیم داشت. خب اوردر فلو های نزولی رو داریم علامت میزنیم الان در یک استراکچر نزولی، یک آخرین حرکت صعودی رو میریم علامت میزنیم به عنوان اوردر فلو. اوردر فلوی ملاقات نشده ما در اینجا این بوده که بعدش اومده ملاقاتش کرده، اومده به سمت پایین و بعد شما یه همچین حرکتی رو میبینید دوستان، یه همچین حرکتی رو میبینید و بعدش هم میره به سمت بالا. توی یه همچین مواقعی دوستان اوردر فلو ما اینه، این نیست. چرا این نیست؟ به این دلیل که بچه‌ها این آخرین حرکت نزول در واقع ببخشید این میشه. چرا این میشه؟ چون میشه این آخرین حرکت صعودی ما هستش قبل از یک حرکت نزولی. این اگه این طرف اتفاق میافتاد درست میشد. اینجا هم یک اوردر فلو داریم که قیمت میاد ملاقاتش میکنه، بهش واکنش نشون میده. اینجا هم یک اوردر فلو دیگه وجود داره. اما ببینید قیمت میاد جاهایی که گیر میکنه بهش، جاهایی که بهش واکنش نشون میده. اوردر فلوی میتیگیت نشده، اینا همشون میتیگیت شدن، اینا همشون ملاقات شدن. اما یه دونه اوردر فلو اینجا داریم که هیچ وقت میتیگیت نشده. قیمت میاد این رو ملاقات میکنه، حتی بعد از اینکه استراکچر از صعودی تبدیل به نزولی شد و یک MBS اتفاق افتاد، بعد از اینکه این اوردر فلو که قبلا میتیگیت نشده بود ملاقات شد، بعدش حرکت میکنه میاد اینجا، های اینجا بود، باز هم یک چنج آف کاراکتر میبینیم. اینجا جاییه که همه کم میارن، همه میان میگن که استراکچری که ما کشیدیم درست بوده، چرا یک بار استراکچر صعودی ما تبدیل به نزولی شد و باز دوباره تبدیل به استراکچر صعودی شد. این اتفاق برای خیلی‌ها میفته و شما باید درک کنید اینو از تجربه میتونید
به دست بیارید و باید کلی تمرین کنید استراکچر کشیدن رو. این بود از مبحث اوردر فلو ها. یک تعریف خیلی خیلی ساده داره: آخرین حرکت نزولی قبل از یک حرکت صعودی در روند صعودی. یعنی به زمانی که حرکات ما صعودیه، آخرین حرکت نزولی میشه اوردر فلو. آخرین حرکت نزولی میشه اوردر فلو. زمانی که استراکچر ما و مومنتوم بازار ما نزولیه، آخرین حرکت صعودی میشه اوردر فلو. آخرین حرکت صعودی میشه اوردر فلو. متوجه شدین؟ و زمانی که بازار اوردر فلوی میتیگیت نشده ای داشته باشه، میاد برای ملاقات این و بعد از اینکه جریان سفارشات این رو فعال کرد، حرکت میکنه در ادامه روند و ادامه مومنتومی که داره پیش میره. توی انتهای این ویدیو هم میخوام از شما دعوت کنم که توی شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید و خیلی خوشحال میشم از